ظریفه ببین، ما هیچی از این جریان نمیدونستیم، هیچ خبری نداشتیم. به نظرم داری تو حقمون بی‌انصافی میکنی. من دارم بی‌انصافی میکنم عثمان. بعد اون وقت شما در حق من چیکار کردی؟ من که حالم خوب بود. این باریش و ساواش به خاطر یه ماشین قرمز و ظریفه شرط بندی کردن، میدونستی؟ دنبال این فرمول مرهم بودن. من همه چی رو لو دادم. عثمان بدو زودتر گم ولی شو. بابا امینه تو ساکت شو، بعداً باید حرف میزنم. همین الان از اینجا برو بیرون. بابا ساله، حداقل بذار امشب برای آخرین بار شامو اینجا من بمونم. یه دفعه حرف میزنم. عثمان برو بیرون. با ناراحت شدن هیچی درست نمیشه. دیگه ظریفه رو نمیبینی، حتی دیگه بهش نزدیک هم نمیشین. حالا متوجه شدی؟ منو خیلی دوست داری نه؟ منم خیلی دوستت دارم. نکن دختر، نکن. من تصمیم گرفتم با عامر ازدواج کنم. بابا مختار کی بود؟ گدا بود. ماما منم عثمان. پسرم اومده. منو نگاه کن خدیجه. نه خیر، ببین والا اگه بهش نگاه کنی یا بهش رو بدی به تو هم نگاه نمی‌کنم. بذار بره پی کارش. ببین این چیزی که تو میگی یه فرموله که اگه A B باشه و C A باشه پس در نتیجه C هم B میشه. آبجی جون، آبجی حواست به من باشه. معنیش اینه که الان میگم اگه پسر ماشین قرمز رو دوست داشته باشن و ما هم ماشین قرمز براشون بخریم، در نتیجه پسر مال ما میشن. عامر پسر خوبه، منم دوست دارم، واقعا دوستم دارم. دوست داشتنش مثل بقیه نیست. باشه مامان باشه. اول این مشکل رو حل کنیم. این دختره به خاطر ما داره با کسی که نمیخواد ازدواج میکنه. اینو حل کنیم میریم. دقیقاً قول میدیم اینو حل کنیم از اینجا میریم. عامر، دیشب نشستم فکر کردم ببینم که این کار شدنیه یا نه، ولی به خاطر دوست داشتن تو عشقت با احترام باهات برخورد میکنم و ازدواج شما رو تایید میکنم.